داریوش شاه یکی از بزرگترین پادشاهان هخامنشی بود. این داستان پر از دلاوری‌ها، اصلاحات و جنگ‌های حماسی است که هر کدام می‌توانند به تنهایی روایتی جذاب باشند. از زمانی که داریوش شاه به تخت نشست، اوضاع سیاسی امپراتوری هخامنشی بسیار پیچیده بود. شورش‌های متعددی در سراسر امپراتوری رخ می‌داد و داریوش با شجاعت و هوشمندی آنها را سرکوب کرد. پس از پیروزی بر گئوماتایمق، داریوش با خطرات و چالش‌های فراوانی روبرو شد. یکی از بزرگترین چالش‌های او سرکوب شورش‌های متعدد در سراسر امپراتوری بود. داریوش نه تنها در زمینه جنگ‌های داخلی موفق بود، بلکه تلاش‌های زیادی برای گسترش مرزهای امپراتوری انجام داد. یکی از اقدامات برجسته او لشکرکشی به سمت سرزمین سکاها بود. این لشکرکشی با هدف تسلط بر این سرزمین و کنترل نواحی اطراف دریای سیاه انجام شد. داریوش با ارتش قدرتمند خود توانست سکاها را شکست داده و نفوذ امپراتوری را گسترش دهد. در جنگ‌های خارجی نیز داریوش تصمیم گرفت یونان را تحت کنترل درآورد. یکی از معروفترین نبردهای دوران داریوش نبرد ماراسون بود که در سال 490 قبل از میلاد در محلی به نام دشت ماراسون روی داد. نیروهای ایرانی ابتدا موفقیت‌هایی کسب کردند، اما در نهایت شکست خوردند و به سوی دریا عقب نشینی کردند. این جنگ به دلیل اهمیت استراتژیکی و تاریخیش همچنان به عنوان یکی از نبردهای بزرگ دوران باستان شناخته می‌شود. داریوش همچنین در مبارزه با شورش‌های داخلی موفقیت‌های چشمگیری داشته. در سرزمین‌های مختلفی مانند ایلام، بابل، ماد و پارت او با شورش‌هایی روبرو شد و با درایت و شجاعت توانست آنها را سرکوب کند. از جمله یکی از شورش‌های برجسته شورش بابل بود که داریوش با محاصره و فتح بابل توانست این شورش را خاموش کند. همچنین شاهنشاه در نواحی مانند مصر، ارمنستان، کردستان و مرو نیز به مقابله با شورش‌ها پرداخت و با موفقیت آنها را سرکوب کرد. یکی دیگر از اقدامات مهم داریوش تمرکز بر اصلاحات داخلی و تقویت اقتصاد امپراتوری بود. او با ایجاد نظام مالیاتی منظم و ضرب سکه‌های داریکی اقتصاد امپراتوری را به وضعیت بهتری رساند. سیاست‌های اقتصادی او باعث افزایش تولید و تجارت شد و به رفاه و شکوفایی امپراتوری کمک کرد. داریوش همچنین قوانین جدیدی وضع کرد که عدالت را تضمین می‌کرد. از دیگر کارهای برجسته داریوش حک کردن کتیبه بیستون بود که بر صخره‌های بلند کوه بیستون نقش برجسته شده است. داریوش در این کتیبه اقدامات و کارهای خود را توضیح داده و به نوعی اعترافاتش درباره حکومت و عدالت را بیان کرده است. این نشان می‌دهد که داریوش علاوه بر اینکه یک فرمانده و سیاستمدار موفق بود، یک انسان دوست و اصلاح طلب نیز بوده است. داریوش در عرصه فرهنگ و هنر نیز نقش بسزایی ایفا کرد. او کاخهای باشکوهی مانند کاخ آپادانا در شوش و کاخ تخت جمشید را ساخت که هنوز هم به عنوان شاهکارهای معماری و هنری شناخته می شوند. در نهایت داریوش در سال 486 قبل از میلاد درگذشت، اما یاد و خاطره او به عنوان یکی از بزرگترین شاهنشاهان تاریخ ایران برای همیشه در قلب مردمان این سرزمین باقی ماند. داستان پرفراز و نشیب و الهام بخش داریوش شاه نشان دهنده شجاعت، خردمندی و تلاش‌های بی‌پایان او برای ساختن یک امپراتوری بزرگ و پایدار است. اما داستان داریوش اینجا به پایان نمی‌رسد. بیایید با هم سفری به قلب این امپراتوری بزرگ و شکوهمند داشته باشیم. یاد و خاطره داریوش نه تنها در سنگ نوشته ها و کتیبه ها باقی مانده، بلکه در قصه ها، افسانه ها و خاطرات مردم ایران نیز زنده است. او با هوش، شجاعت و درایتش امپراتوری هخامنشی را به یکی از بزرگترین و پرافتخارترین امپراتوری های تاریخ تبدیل کرد. داریوش بزرگ با همه کارهای حماسیش همچنان الهام بخش رهبران و مردم این سرزمین است. آیا آماده اید برای کاوش در زندگی و فتوحات دیگر پادشاهان بزرگ ایران باستان؟ پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ داستانی رو از دست ندید. با ما همراه باشید، چون تاریخ ایران لازمه هر ایرانی است. تا ویدئوی بعدی، بدرود.